سلام. امروز 12 فروردین 1395 دو روز مونده به روز طبیعت. خلاصه ما اومدیم زودتر طبیعت رو پاس بداریم. دست برقدم هم اومدیم به قولی بدونن دیگه دوستشان چند وقت بیام به قولی لواسون سر زمینه خودمون. اونجا هم زمینه خودمون توی لواسون نیکنامده. الان هم خیلی اینجا سرده، مثل پیروزا اینجا با برف و بارون اومده حسابی، ولی خب درخت شکوفه‌شون رو زدن و همه چیز داره برای بار دادن میوه ها حاضر میشه. اینم شکوفه هاست، ببینید خیلی خوشگل. اینم در ضمن رودخونه است، رودخونه زمین ماست. به این ماهی میاد همیشه زمستون و تابستون از اینجا به خوبی رد میشه دیگه. اینم باغمونه، تقریبا هلوش 200 متر. اینم انتهای باغه. حالا دوستان هر کی که فکر میکنه که توانایی خریدنش رو داره باید اقدام بکنه، چون که اینجا زمیناش همه در حال رشد. میبینید اونجا ببینید چند طبقه ساختن اون بالا و همین جوری. حالا اینجا الان بریم جای بهتر نشون میدن که همش در حال ساخت و ساز و آباد شدنه دیگه. وقتشه که دست به کار بشیم و این زمین خوب خوشگل رو جای به این با صفایی برای خودمون بگیریم که دیگه حالشو ببره هر کی که گرفت. اینجا هم انتهای زمین تقریبا 250 متر. قشنگ آماده دیوار کشیده شده، زه کشیده شده، زه مال همسایه است دیگه. آماده این هستش که اینجا به قول یکی بیاد کلنگشو بزنه. خیلی با صفا و خوبیه. امیدوارم همونطوری که سال خوبی در پیش باشه، پول خوبی هم در پیش باشه، ما زمینمون رو خوب بفروشیم. قربان شما. آرزوی موفقیت برای همه.